جای آرامی پیدا کنید که کسی مزاحمتون نشه. خانم رخام، خانم شراره رخام، حالتون چطوره؟ آقای توکلی، من بله. داشتم مدیتیشن میکردم. پس من مزاحمتون نمیشم. مدیتیشن من که کلا حالا کنسل شد ولی اشکال من نداره. عذرخواهی میکنم، به هم اتفاقا ریختمش. در همین مورد میخواستم ازتون تشکر بکنم. اینجا یه فضای بدون استفاده همیشه خاکیه، همیشه کثیف بود، به اضافه سر و صدای بیرون که میومد که الان هم تمیزه هم صدای بیرون نیست. این فضایی که شما برای من فراهم کردید، ایده آبنما که عالی بود، ایده نیمکت ساختن کنار بالکن، چون بالکن من کاملا فلت بود دیگه. بله. جو به من امکان داد یک فضای نشستن برای مدیتیشن که احساس میکنم وسط کلبه چوبی جنگلی دارم مدیتیشن. جنگل‌های ماسال. جنگل‌های ماسال خیلی خوبه. دقیقاً 20 متر رو اومدی به خونت اضافه کردی. یعنی 20 متر رفت خونت. و جناب توکلی، چون شما چوبی که استفاده میکنید خیلی چوب طبیعیه و خود این یه انرژی جدید وارد خونه میکنه. چوب حس خیلی خوبی داره. دقیقاً انگار گفتین کجا؟ جنگل‌های ماسال. اگه شما هم میخواین یه بالکنی مثل بالکن خانم رخامو داشته باشین، کلمه شراره رو کامنت کنید.